که از فرهادی، اشوری روی دروازه کوتاه میفرسته و کورنر برای ذوباهن که بعد از چند پاس مرتب و خوب صاحب یک ضربه کورنر میشن. نیلسون هم دائما با مدافعان تیمش صحبت میکنه. بنگر توپ رو به بیرون زد. ضربه کورنر رو غریبی کوتاه کار میکنه. خود غریبی، حالا فرصت برای فرهادی که سانترش تعریفی نداره و به بیرون میره. این بازیکن اسماعیل فرهادی که از 9 سال قبل که از پلی‌اکریل اومد در این باشگاه 238مین بازیش برای ذوباهن که یک رکورد خیلی جالب به شمار میاد. 41 گل هم به ثمر رسونده برای این تیم. پرتاب برای یاران پرسپولیس. با تأخیر بالاخره علی عسگری میاد توپ رو پرتاب کنه. چهره میاتوویچ رو دیدید. میتونه نقش عمده‌ای در گرفتن امتیاز در این مسابقه برای تیمش ایفا بکنه. نفت تهران هم یه گل به سوای قم زده و اون بازی هم صاحب گل شده. هادی نوروزی موفق به گلزنی برای تیم جدیدش شده، بازیکن سابق پرسپولیس. یه تکل خشن در میانه میدان. اعلام خطا به نفع پرسپولیس. تک گل تراکتورسازی رو هم یه بازیکن سابق تک گل تیم تراکتورسازی رو هم یه بازیکن سابق پرسپولیس جواد کاظمیان زده. پرسپولیسیای سابق امروز خوش درخشیدند. صادقیان پاس ارضی میده. میتونیم بگیم الان هولوش 10,000 نفر تماشاگر در ورزشگاه آزادی بازی را از نزدیک تماشا میکنند. یه پاس چیپ از خلعتبری برای سید صالحی که موفق نمیشه توپ رو کنترل بکنه. اونجا کارلوس سانتوس توپ رو دور میکنه. پرتاب توپ برای بازیکنان ذوباهن. حالا دیگه آرامش بر سکوها حکم فرما شده. تماشاگر سر جای خودشون نشستن و بازی رو تماشا میکنن. بیاتینیا توپ نمیرسه به رجب زاده. یه توپ بلند. مسلمان در پی این توپ هست، نمیگذارن توپش برسه. خلعتبری، حقیقی، علی عسگری از پرسپولیس توپ رو میفرسته به آسمون. به حال علی عسگری بازیکن بود 2-3 سال پیش خیلی بیش از اینها روش حساب باز میشد ولی نتونست اون سیر صعودی رو ادامه بده. غریبی با پشت پا توپ رو میکاره. حدادی فر. زبانیا با پاسای کوتاه خودشون به دروازه پرسپولیس نزدیک میشن. یه بار دیگه نیلسون از دروازه بیرون میاد و در 2 مرحله توپ رو در اختیار میگیره. ضربه بلند نیلسون. در جمع بازیکن‌های تیم ذوباهن محسن بیاتینیا هم خوب گل زده به پرسپولیس. تا به حال 7 بار در مسابقات مختلف این تیم گل زده. استقلال خوزستان هم یک گل به مس زده. خوشبختانه بازی امروز برخلاف بازی‌های روز گذشته که حتی یک گل هم نداشت فعلا در روند بهتری رو پیدا میکنه. با این حال آمار گلزنی در لیگ ایران پایینه. این آمار در مورد پرسپولیس خیلی پایین‌تر هم هست نسبت به میانگین لیگ. فقط یکی از 16 بازی گذشته پرسپولیس 2 گل بیشتر داشته، اونم برد 3-1 مقابل فولاد بوده. بقیه بازی‌هاشون حداکثر 2 گل داشته. یه ضربه راه دور به وسیله
پیام صادقیان که با اختلاف بیرون میره. میاتوویچ، میلان میاتوویچ باید بازی رو شروع کنه. نمایی از نیمکت ذخیره‌های پرسپولیس رو ملاحظه فرمودید. سوای قم و نفت تهران بازیشون 1-1 دنبال میشه. مروان گل سوم رو هم در داربی گیلان زده به داماش و اون بازی رو 3-0 کرد، داره که در رشت برگزار میشه و تیم میهمان واقعا عالی کار کرده که تونسته این نتیجه رو بگیره. یه فرصت خوب این طرف برای خلعتبری در منطقه جریمه، میاره رو پای راستش، خلعتبری توی دروازه یه گل بسیار زیبا از خلعتبری که حساب کار رو 1-0 میکنه. نیمه در آغوش علی دایی قرار میگیره. خیلی قشنگ بود کار خلعتبری، اومد یه لحظه در فضای پشت مدافعا در نقطه کور اونا قرار گرفت، صاحب توپ شد، در عرض حرکت کرد و خیلی حرفه‌ای ضربه‌اش رو به گوشه دروازه کوبید. ملی پوش تیم پرسپولیس این تیم رو 1-0 جلو میندازه. سومین گل خلعتبری برای پرسپولیس از زمانی که به این تیم ملحق شده. نگاه کنید چقدر خوب جاگیری کرده بود. مدافعای ذوبان هم ازش غافل شده بودن. اینجا یه لحظه آورد به سمت راست خودش، مدافع مقابلش رو که اشوری بود جا گذاشت. دقیقاً در لحظه‌ای که باید ضربه‌اش رو میزد، ضربه‌اش رو زد. چقدر خوب زد. هیچ واقعا نمیتونست کاری رو صورت بده. یه گل تماشایی از خلعتبری پرسپولیس رو 1-0 جلو میندازه. بازیکن سابق ذوباهن به خودشون گل میزنه. ضربه آزاد برای بازیکن ذوباهن. آخرین باری که ذوباهن تونسته پرسپولیس رو ببره برمیگرده به لیگ هشتم که 3-1 در تهران بازی رو بردن. یه کارت زردم به صادقیان داور نشون میده به خاطر اینکه اینجا فاصله قانونی رو رعایت نکرد. یه کارت خیلی راحت از داور میگیره. داور آقای جمشید دانشمهر، داوری که کمتر بازی‌های حساس رو قضاوت کرده. دیروز آقای زرگر بازی حساس سپاهان و استقلال رو در اصفهان سود زد. بیاتینیا، دو تا بازیکن پرسپولیس در مقابلش هستند. توپش رو میزنند روی نقطه کورنر. توپ هنوز به بیرون نرفته و اوتو میگیره برای تیمش بیاتینیا. سری بازیکن ذوباهن بازی رو به گردش در میارند. یه تکل دیگه و توقف بازی به نفع تیم ذوباهن. خطا روی مهدی رجب‌زاده انجام شد. اینم تقی‌پور، بازیکن سابق چندین تیم کشورمون از جمله همین پرسپولیس. چندی پیشم دچار تومور مغزی شده بود. آرزوی سلامتی داریم براش. یکی از دستیاران جدید لوکا بوناچیچ است. بعد اینکه تغییر و تحول در کادر مربیان این تیم انجام شد. فرصت برای بازیکن ذوباهن، توپ برگشتی و آروم در اختیار نیلسون توپ قرار میگیره. ایران نژاد توپ رو به بیرون میزنه. پرتاب برای بازیکنان پرسپولیس. علی عسگری پرتاب میکنه. حقیقی به کفشگری. سجل حسینی. پاس قطری بلند به سمت راست زمین. پرتاب توپ برای پرسپولیسیاست. در فصل گذشته پرسپولیس 3-2 ذوباهن رو در این ورزشگاه برد. بازی برگشتشون 1-1 شد. دیدار رفت این دو تیم در همین فصل 0-0 تموم شد. علی عسگری در این دقایق بازیکن پرسپولیس دارن خوب بازی میکنن. علی عسگری برای سید صالحی دارن میخواد توپ رو بکاره، تعادلش رو از دست داد. ادامه بازی حسینی و توپی که اشوری به بیرون میزنه.
خلعتبری پرتاب توپ رو به عهده گرفته. کفشگری توپش رو میزنن. غریبی، رجبزاده، سلسالی، بیاتینیا. پاس طولی این بازیکن که نیلسون از دروازه بیرون میاد و راحت توپ رو در اختیار میگیره. حسینی، حقیقی، پاس حقیقی به فاز پشت مدافعان که در اختیار میاتوویچ قرار میگیره. هر دو تیم هفته گذشته بازی خودشون رو واگذار کردن. پرسپولیس 1-0 به تراکتور باخت. ذوباهن هم در خانه مغلوب تیم استقلال خوزستان شد. آخرین برد اونها به هفته نهم برمیگرده که تونستن استقلال تهران رو 2-0 ببرن با گل‌های رجبزاده و حدادی فرهادی توپو میکاره. خلعتبری، همچنان خلعتبری این طرف سید صالحی رو داره. حالا برای سید صالحی اینقدر دیر پاس داد که او در آفساید قرار گرفت. یک پرسه به نفع پرسپولیس. گل رو خلعتبری وارد دروازه ذوباهن کرده. بازی استقلال خوزستان و مس هم 1-1 شده. سابقا به نفع 1-1. ملوانان که 3-0 از داماش جلو هست. تراکتورسازی هم گل دوم رو به گسترش فولاد زده تا صدر نشینیش رو قطعی بکنه. آفساید. تراکتور اگر بازی رو ببره میشه 32 امتیاز و میره در بالای جدول جای خودش رو تثبیت میکنه. در حالی که نفت با سابقا بازیشون 1-1 که دیگر تیم بالای جدولی نفت تهران. فشردگی رقابت‌ها در بالای جدول به قدری زیاده که با یه برد یه تیم میتونه چند پله صعود بکنه. ضربه بلند از نیلسون سمت مقابل بازی کنه. ذوباهن توپ رو برمیگردوند. چهره کفشگری رو ملاحظه فرمودید. مهدی کیانی گل دوم تیم تراکتورسازی رو به ثبت رسونده. لوکا بوناچیچ چهره مغمومش. ارسال بلند از حسینی، بیاتینیا، ایران نژاد. توپ در اختیار سانتوس. بازم سلسالی در میانه میدان. حدادی خانزاده‌ای که بازیکن تیم پرسپولیس بود هم رفته در قلب خط دفاع قرار گرفته. بازیکنی در پرسپولیس مدافع راست بازی میکرد. چهره سید جلال حسینی رو دیدید. گل سوم تیم ملوان رو شاهین ثاقبی به ثمر رسونده. فرید کریمی هم گل تیم سوا رو به ثمر رسونده تا بازی سوا و نفت 1-1 مساوی در جریان باشه. اعلامیه ضربه آزاد برای بازیکنان پرسپولیس به خاطر خطا روی علی عسگری. خطا رو اشوری انجام داد. کفشگری این ضربات رو با داخل پا خوب میزنه. نماینده راهن هم بود این ضربات رو خوب میزد. بلند میفرسته برای دروازه. موقعیت توپ رو بازیکن ذوباهن برمیگردونند. نفت تهران برای اینکه از کورس صدر نشینی عقب نیافته گل دوم رو هم به تیم سوای قم زد. وریا غفوری این گل رو به ثمر رسونده. بازیکنی که زیباترین گل فصل این فصل اول رو زده بود. حرکتی از صادقیان. توپش رو میزنند. حدادی اشوری. فرهادی فرار میکنه ولی قبل از او حسینیه که صاحب توپ میشه. خود سید جلال توپ رو محکم دور میکنه. سید صالحی
اونجا حدادی فر روی زمین افتاده. سید صالحی پاس رو به عقب رو میده. صادقیان تو عرض برای حقیقی میبرن به سمت راست ولی اونجا توپشون لو میره. ایران نژاد حالا میتونه توپو بیرون بزنه تا وضعیت بازیکن معصوم رسیدگی بشه. خب خطا به نفع ذوباهن و حالا حدادی فر هم خودش بلند میشه و به بازی برمیگرده. این لحظه خطای مسلمانه. چندین بازیکن پرسپولیس سابقه ای در تیم ذوباهن دارند. خلعتبری، ماهینی، مسلمان، اون محمدی که روی نیمکته و صادقیان از جمله این بازیکن هستند. چند تا از بازیکن دیگه پرسپولیس هم در دیگر تیم اصفهانی یعنی سپاهان بازی کردند. پرتاب از سمت راست. اشوری باید پرتاب رو تکرار کنه از کمی جلوتر. حدادی فر یه پاس رو به جلو و از دست رفتن موقعیت. فرهادی نتونست کاری رو با این توپ انجام بده. بازی داماش و ملوان 3-0 به نفع ملوان تموم شد. سایر بازی ها هم لحظات پایانیش رو داره پشت سر میگذاره. پرتاب برای یاران پرسپولیس هست. علی عسکری حقیقی در اون سمت ماهینی مسلمان بیاتینیا از ذوباهن حدادی فر خطا به سود ذوباهن. کفشگری مرتکب خطا میشه. سید صالحی با داور داره کلنجار میره. غریبی، سانتوس، سلسالی، یک بار دیگه غریبی، حدادی فر، رجب زاده، حدادی فر، پاس بلند، اشوری کنترل خوب میتونه ارسال بکنه سر توپ قشنگ. فرصت برای اشوری، پاس به بیرون بیاتینیا. توپ رو بازیکن پرسپولیس میگیرند. علی عسکری یک توی قشنگی اونجا انجام میده. کلا بازی خوبی رو تا به اینجا شاهد بودیم. یک بار دیگه سلسالی، حدادی فر، خطا کاملا مشخصه. ضربه آزاد برای سفید و سبز پوشان ذوباهن. یک بار دیگه تصویر خطا رو میبینید که سید صالحی مرتکب اون شد. در پست مهاجم نوک فرزاد حاتمیران پرسپولیسی دارند. یه بار دیگه از اون سمت فرصت برای بازیکنان ذوباهن داره ایجاد میشه. غریبی، پاس بی‌دقتی که به بیرون میره. پرتاب توپ برای بازیکن پرسپولیس. ایران نژاد رو در تصویر میبینید. جواب به جاسم کرار هم نیست. ایران نژاد بازیکنی گفته میشه میخواد دوباره به تراکتور بیاد. حدادی فر، علی عسکری، فرار خلعتبری، خانزاده خیلی خوب عمل میکنه اونجا. اشوری، فرهادی، خانزاده برای غریبی کنترل خوب توپ، تکنیکش رو نشون میده. رجب زاده، غریبی که نتونست فرارش رو صورت بده. حقیقی خیلی خوب جا افتاده در میانه میدان تیم پرسپولیس. بنگر، پاس بلند و دقیق برای خلعتبری. علی عسکری،
حسینی، پاس قطری بلند بازم برای خلعتبری، کنترل سینه خیلی خوب از خلعتبری. صادقیان تو عرض، یه بار دیگه علی عسگری، دوباره خلعتبری که توپ رو از دست میدند. ادامه بازی، خطایی در کار نیست. کفشگری، حقیقی، علی عسگری، پاس در عمق که صادقیان با این توپ فاصله داره و در نهایت پرتاب برای یاران پرسپولیس که همچنان دارن فشار میارن تا بتونن گل دوم رو بزنند. صادقیان، یه همکاری عالی، علی عسگری در منطقه جریمه. علی عسگری میتونست یه حرکت ارضی دیگه هم انجام بده، بعد ضربهش رو بزنه، کمی عجله کرد و حالا یک کورنر برای یاران پرسپولیس. دقیقاً وقتی ضربه رو زد که خانزاده در مقابلش بود. ضربه کورنر برای یاران پرسپولیس. حالا ضربه زده میشه بلند به تیر اول. در یه رفت و برگشت بازیکن ذوباهن توپ رو تصاحب میکنند. سریع مدافعای پرسپولیس برمیگردن تا مشکلی برای دروازه‌شون به وجود نیاد. نیلسون، ارسال بلند به فضای پشت مدافعان ذوباهن و میاتوویچ که به استقبال توپ میاد و توپ رو در اختیار میگیره. بازی تراکتورسازی و گسترش فولاد 2-1 شده به نفع تراکتورسازی در لحظات پایانی. مدعی جدی از تراکتورسازی در این فصل در رقابت‌های لیگ برتر. علیرضا نقی‌زاده، یکی دیگه از بازیکن سابق پرسپولیس، در اون بازی گل زده. یه بار دیگه ضربه سر و آفساید اعلام شده. فقط بازی داماش و ملوان تا به اینجا تموم شده و بقیه بازی‌ها لحظات پایانیش رو داره پشت سر میگذاره. اینجا هم که 1-0 پرسپولیس جلو هست از تیم ذوباهن. ذوباهنی‌ها بازی رو خوب شروع کردن اما هر چقدر که جلو رفتیم پرسپولیس بهتر کار کرد. صادقیان پا به توپ حرکت میکنه، مانور میده، میاره به سمت چپ، کسی بهش کمک نمیکنه، تک و تنهاست. توپش رو میگیرند اما کفشگری هم خوب کار میکنه، بازی رو به زیبایی عوض میکنه به سمت راست میدان. خیلی قشنگ پرسپولیسی‌ها دوباره در حالت حمله قرار میگیرن ولی توپ از دست میره. بازی خوب خلعتبری رو نباید فراموش بکنیم در این مسابقه تا به اینجای کار و بعد این تا پایان مسابقه او چگونه کار میکنه. میاتوویچ، ارسال بلند، ضربه سری که اونجا میزنه حسینی. مسلمان پا به توپ حرکت میکنه، تعادلش رو به هم میزنند و اعلام خطا به نفع بازیکن پرسپولیس. این لحظه خطایی است که به روی مسلمان انجام شد. اینم نمایی از نیمکت تیم ذوباهن. خوشبختانه دیگه از اون پتوهای رنگ و وارنگ در خیلی از نیمکت‌های لیگ برتری در زمستان خبری نیست. البته در پرسپولیس ظاهراً خبری هست. رجب‌زاده، ساندروی دروازه، توپ از چند بازیکن رد میشه، موقعیت و توپی که برگشت داده میشه، توپ از روی سر سلسالی عبور میکنه، خود سلسالی تک میره، توپ مسلمان رو میزنه، بلافاصله صادقیان با بیرون پا خلعتبری رو میبینه، فرصت برای خلعتبری میاره روی پای چپش، خلعتبری و توپی که از بالای دروازه به بیرون میزنه. کاملا دو پا، ببینید با پای چپ خوب حرکت داد توپ رو ولی ضربه آخرش از بالای دروازه به بیرون رفت. میتونست قرینه گل اول رو تا حدودی به ثمر برسونه، مشابه گل اول بود منتها از سمت مخالف.
فعلا 1-0 برای پرسپولیس. خطا اونجا صورت میگیره. بایوتینیا رو متوقف کردند. ارسال توپ بی حاصل و شروع مجدد بازی از مقابل دروازه که نیلسون ازش محافظت میکنه. در همون 2 دقیقه اول نیلسون 2 تا واکنش خیلی خوب داشت. خود نیلسون باید ضربه رو بزنه. نیلسون کوریا جونیور دروازه‌بان 37 ساله پرسپولیس با سابقه عضویت در تیم‌های نوجوانان و جوانان ملی برزیل و همینطور سابقه درخشش در تیم ویتوریا گیمارژ. 10 تا کلین شیت داشته در این فصل و میخواد 11میش رو هم در این دیدار تجربه کنه. منتظریم که ضربه آزاد رو بازیکن پرسپولیس بزنند. حقیقی ارسال بلند توپ. بنگر جلو رفته، روی توپ اثر میگذاره. بایوتینیا ضربه این بازیکن میاد به زمین پرسپولیس. اونجا سیجل حسینی که بدین ترتیب متوقفش میکنن و خطا به نفع پرسپولیس هست. بازیکن کلیدی ایران هست در رقابت‌های جام جهانی سیجل حسینی در خط دفاع. نمایی از ورزشگاه آزادی و تماشاگرانی که در این ورزشگاه بازی رو از نزدیک تماشا میکنند. یه بار دیگه بازیکن ذوبان توپ رو میفرستن میانه میدان. فرصت ضد حمله دارن اونها. غریبی، حدادی فر میبره به سمت چپ زمین. حرکتی از رجب زاده. حالا میتونن سانت بکنن. این پاس رو به جلو، فرصت برای بازیکن ذوبان و بایوتینیا. توپ از اونجا دور میشه. فوق العاده خطرناک بود این توپ. حدادی فر، دور قشنگ، خانزاده، اشوری. این ذوبان که در این لحظات داره بهتر کار میکنه. یک بار دیگه غریبی نگه میداره توپ رو. یه مکس میده کوتاه برای حدادی فر و در نهایت توپی که به کورنر میره. یک بار دیگه غریبی تو عرض میفرسته برای دروازه اما سانترش اصلا خوب نیست. صادقیان، یه حرکت از صادقیان، پاس در عمق، فرار خلطبری، تک به تک خلطبری، زاویه تنگ میشه و این ضربه هم ثمری نداره. اعتراض خلطبری به داور به خاطر این خطای هند اعلام بکنه اما نظر داور چنین نیست. این پاس برای حقیقی از راه میرسه. صادقیان، سید صالحی و عکس العمل عالی از میاتوویچ. قشنگ دارن بازی میکنن یاران پرسپولیس. خب یک بازیکن از تیم ذوبان روی زمین افتاده و بازی به همین علت متوقف شده. بایوتینیا روی زمین و احساس ناراحتی میکنه. بازیکن با سابقه بایوتینیا در رقابت‌های لیگ برتر، صحنه قبلی رو هم مرور میکنیم. پاسی که از بین مدافع به سید صالحی میدن و عکس العمل میاتوویچ که نمیگذاره این تو گل بشه. همچنان بایوتینیا روی زمینه. در تیمی مثل پاس، پیکان، حتی استقلال و سوا سابقه عضویت داره. در شروع بازی هم مسلمان و صادقیان به سمت نیمکتی مخالف نرفتند. البته این چیزا دیگه در فوتبال ایران عادیه و خیلی از بازیکن دیگه این کار رو انجام نمیدن. شاید چند سال دیگه هیچ بازیکن دیگه چنین کاری رو انجام نده که فقط در فوتبال ما انجام میشه. بنگر یه جوری فضای ورزشگاه مه‌آلود به نظر میرسه. پاس بنگر خوب از آب در نمیاد و به بیرون میره.
کم کم داریم به دقایق پایانی نیمه اول بازی نزدیک میشیم. همچنان پرسپولیس با 1 گل از ذوب‌آهن جلوست در یک بازی قشنگ از رقابت‌های لیگ برتر. اعلام ضربه آزاد برای بازیکنان ذوب‌آهن به خاطر بازی خطرناک 2 دقیقه زمان تلف شده منظور میشه. آقای کاظمی داور چهارم این 2 دقیقه رو نشون میده. ذوب‌آهن صاحب یک ضربه شروع مجدد هستند. خب حالا تماشاگرای طبقه دوم هم میتونن به طبقه اول بیان. ظاهراً تحرک تماشاگرای یه جوری از بازیکن‌ها بیشتر بود در این مسابقه. تنها جای ایران که تماشاگراش جای ثابتی ندارن، هر لحظه ممکنه یه جای ورزشگاه بنشینن و از زوایای مختلف میتونن یه بازی رو تماشا کنن. خطا برای حسینی انجام میشه. این لحظه وقوع خطاست که فرهادی مرتکبش شد. نیلسون ارسال بلند. سید صالحی ضربه سر رو میزنه. ایران نژاد توپ رو کاملا دور میکنه. بازیکن ذوب‌آهن آخرین تلاش های خودشون رو برای زدن گل مساوی در نیمه اول انجام میدن. صادقیان از پرسپولیس حرکت میکنه. سید صالحی به کمکش میاد. پاس در عمق که به سید صالحی نمیرسه. میاتوویچ آفساید. اعلام آفساید شد از رجب زاده. آقای سجاد توری کمک داور اول مسابقه پرچمش رو بالا برد. چهره رجب زاده رو ملاحظه فرمودید. و این هم سوت پایان نیمه